آقا اسم شما چیه؟ کامل. من علی اکبر ابوطالب اصفهانی فرزند جعفر محمد الباقر امام صادق سیدی؟ بله شال سبز داره دیگه. خب شما سوریه چیکار میکردی؟ ما سوریه رفته بودیم برای اینکه حکومت جهانی اسلام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو مسائلش رو اونجا بسنجیم و زمین سازی. از طرف کی رفته بودی؟ از طرف آقا عجل الله تعالی فرجه الشریف. اسلحه هم همراه بود؟ اسلحه سلاح الرکا. احسن. اون پسره کی بود به همراهتون بود؟ پسرمه. پسر خودته؟ آره محمد جواد پسرم. چند تا اولاد داری؟ من 17 تا. ماشاءالله. همشون زنده ان 17 تا؟ بله زنده. این خودش بهترین کمک به ظهوره. آقا فرمودن، آقا رسول الله فرمودن من افتخار میکنم به زیادی امتم حتی اگر کودک سقف شده باشه. الان ساکن اصفهانی یا قمی؟ من الان بلوچستان سیستان. آقا مأموریت دادن مرزهای پاکستان، افغانستان، نپال، کاتماندو، هندوستان و چین و تایلند برداشته بشه برای حکومت. یه شبهه‌ای هم تو کانالا مطرح شده بود که شما منتسب هستید به بیت آقای شیرازی. اصلا من نه به خامنه ای منتسبم. احسن. من فقط به امام زمان عجل الله تعالی. انشالله شما رو در زمان ظهور در رکاب حضرت ببینیم. انشالله.